های چطور بچه ها دیرسی هستم. خوش اومد به ویدیو جدید. بچه ها امروز اومدیم با معرفی سیستم گیمینگ حدودا 36 میلیون تومنی، یه خورده بیشتر 36 میلیون تومن شده. بچه ها این کیسمون، این سیستممون در واقع کیس که میگن خب کودگاب کیس میشه. این سیستممون مناسب مثلا کارهای فتوشاپی، رندرینگ و یا همون گیم هم میشه. توی گیم ها مثلا الان براتون یه مثال میزنم. مثلا توی بازی فورتنایت میتونه بالای 200 تا FPS بهتون بده، حتی با ضبط بازی با OBS، و میتونید باهاش به راحتی استریم رو شروع کنید. خیلی خب بچه ها، بدون معطلی بریم برای معرفی این سیستم. البته هنوز ساب و لایک نکردی، حتما برو ساب کن چنلمون رو، ویدیو رو لایک کن و اون زنگوله بغلش رو بزن که نوتیفیکیشن ویدیو همون براتون بیاد. خیلی خوب بچه ها، بریم برای معرفی سیستم. خیلی خب بچه ها، اولین قطعه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم کارت گرافیکمون هستش. کارت گرافیک ما کارت گرافیک ایسوس C50 OC. بعد قیمت این کارت گرافیک 13 میلیون و 500 هزار تومنه. 8 گیگابایت ویرم داره و اینکه خیلی خوبه برای کارت برای بازی و کارهای ادوبی، با مثلا با ادوب کار کردن. آره. بعد بچه ها، دومین قطعه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم پردازندمونه، سیاه همون سی پی یو ما بچه ها i3 1200 F ترای هستش. بچه قیمت این پردازندمون حدود 4 میلیون و 480 هزار تومن است. امروز فردا امکان داره بشه 5 میلیون. خب بچه ها ببینید، حالا سومین قطعه‌مون مادربرده. خب مادربردمون چیه؟ قطعا سری بی چیپست 600. حالا چه 600ی؟ 660. بس چی شد بی 660 MA D4. و اینکه بچه ها قیمت این مادربردمون 6 میلیون و 370 هزار تومن تمام هستش. و اینکه چهارمین قطعه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم رممون هستش. رممون ونجنس RGB پروی تک کاناله است و 3600 مگاهرتز CL 18 و 16 گیگابایت حافظه. و قیمت این رم هم حدوداً 2 میلیون و 710 هزار تومن. و بچه ها، این رم برای کار با ادوب پریمیر اینا خیلی کافیه، یعنی مثلا بیش از اندازه هم هست. و اینکه مادربرد ما 4 تا اسلات رم داره، یعنی میتونید 4 تا رم قرار بدید. الان من فقط یه دونه 16 گیگ رم انتخاب کردم، شما میتونید تا 4 تا 16 گیگ وارد کنید که میشه 64 گیگ. و بچه ها، پنجمین قطعه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم کیسمون هستش. کیس آریای گرین و اینکه قیمتش 2 میلیون و 263 هزار تومنه. سوادم رفته توی جیبم فکر کنم. 2 میلیون و 263 هزار تومنه. و بچه ها یه دونه فن جلو داره، فن RGB، یه فن RGB دیگه پشت کیس داره. اینا رو میتونید هر دو تاشون به اون هیدر RGB که پشت کیس قرار داره متصل کنید. خیلی خوب بچه ها، ششمین قطعه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم کولر پردازندمونه، خنک کننده پردازنده است. بچه ها این خنک کننده بادیه. بعد مدل گیم مکس دیپ کول AG 400 هستش. قیمتش 1 میلیون و 320 هزار تومن. و قطعه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم، یعنی قطعه چند میشه
قطعه هفتم میشه پاورمون یا منبع تغذیه که تقریبا 3,195,000 تومان قیمتشه و خودش هم GP700A GED گرین هستش و اینکه تا 700 وات رو به شما خروجی میده. و قطعه و آخری که میخوام بهتون معرفی کنم هاردمونه. هارد ما SSD MSI هستش 1 ترابایت، قیمتش 2,200,000 و اینکه بچه ویدیوی ما پایان رسید. قیمت کل این سیستم گیمینگ و رندرینگ ما شدش 36 میلیون تومان تمام و 36 میلیون و یه خورده ای هم داشت، 36 میلیون فکر کنم 36,000 تومان. و بچه اگه تا الان چنل ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم فعال کنید. راستی ویدیو رو حتما لایک کنید که با این کارتون به من خیلی حمایت میکنید و به من انگیزه میدید که ویدیوهای بیشتری براتون تولید کنم و آپلود کنم توی چنل یوتیوب. خیلی خوب بچه تا ویدیو دیگه، خداحافظ.